یکی از روش‌های صعود از این شیب‌ها روش صعود مستقیم همراه با صاف کردن زانو، یعنی یه گام برمی‌داریم زانو کاملا صاف میشه، گام بعدی زانو کاملا صاف میشه، گام بعدی. این روش صعود مستقیمه. اگه شیب تندتر بشه چجوری میریم؟ مارپیچ میریم. تندتر بشه چی؟ زیگزاگ. بیا جلوتر یکم. خب حالا همین حالت رو من میخوام در واقع پایین رفتنش رو بهتون بگم. همین شیبای رأی بخوایم بریم پایین، اگر خیلی تند باشه چی میریم؟ زیگزاگ میریم. یعنی اگر این شیب تند باشه من میام اینجا ببینید به این صورت. ببینید این اصلا خسته نمیکنه، شیبم کم میکنه. درجه شیب کم میشه. ببینید اگر شیب خیلی تند نباشه مارپیچ میایم پایین. همونطور که مارپیچ فرقش با زیگزاگ چیه؟ گوشه‌هاش گرده. چیز نیست اینطوری ببینید 4 5 قدم به چپ 4 5 قدم به راست. این میشه مارپیچ، این ما. اما اگه شیب خیلی تند نباشه ما روش فرود یا پایین رفتن بازگشت مستقیم برخلاف کردن زانو بود. حالا خم نگه داشتن زانو. ببین زانو همینطور خم میمونه، کف پا رو مماس بر سطح میکنیم. ببین پاشنه رو نمیذاریم. ما ببینید یکی از اشکالات اینه، نکن این خطره در کوپنواری پایین رفت. پاشنه رو نمیذارید، اما یک کف پا رو بذارید این اتفاق نمیافته. ببین کف پا رو میذارید، ببینید کف پا رو مماس بر سطح میکنید، گام بلندم بر نمیدارید، زانوها خم میمونه که این کمک فنر ماشین بازی کنه. اگه زانو صاف بذاری زانو ضربه بهش میخوره، احتمال